خب سلام به همه دوستان، مخصوصا دوستانی که ماهیگیری که توی دانمارک علاقه به ماهیگیری دارن. امروز یه ویدیوی کوتاه در مورد موتور برقی که سفارش داده بودم رسیده، گفتم با هم دیگه بازش کنیم و ببینیم که چجوری میشه رو هم سوارش کرد و یه مقدارم کوتاه در مورد از کلا موتور برقی، جایی که موتور برقی نمیشه، موتور بنزینی نمیشه استفاده کرد، به جاش موتور برقی استفاده میکنن به خاطر آلودگیش، به خاطر چه ضررهایی که برای دریاچه داره. از باشگاهایی که توی دانمارک بخوام براتون توضیح بدم، اینجا هر باشگاهی توی دانمارک خودش یه سری موتور برقی، موتورهای بنزینی قایق دارن که میتونی از اونا استفاده بکنی. توی سایت میری بوکش میکنی، یه روز قبل، 2 روز قبل، 2 هفته قبل، و میتونید به باشگاه تحویل بگیرید و وقتی که استفاده کردی بذاری سر جاش. این موتور برقی اندورا مکس 55 گرفتم که میبینید. اون 55 LB اون کشش موتورشه. یه فرق بین موتورهای بنزینی و برقی هست. بعد از موتورهای بنزینی بر اساس اسب بخار قدرتشون نشون داده میشه، اما موتورهای برقی بر اساس LB یا همون فکر میکنم پاوند بشه، پوند، که یه ریشه لاتینی داره. LB یعنی کشش، قدرت کشش. و من همونجور که می‌بینید میتونم بهتون نشون بدم. اندازه‌های مختلف داره. این 91 که اینجا نوشته شده، نمیتونم میتونید ببینید، من نشون بدم. توی این صفحه اینجا 91 نوشته شده. این 91 طول موتوره و از موقع قایقا خیلی ارتفاعش بالا، مجبور آدم بزرگتر از 91 104 فکر میکنم هست اندازه شد، اونو سفارش بدم. اما موتور قایقایی که توی باشگاه هستن معمولا ما استفاده میکنیم ارتفاعشون زیاد نیست و همین 91 با 91 میتونه عالی باشه. خب بریم با هم دیگه بازش بکنیم بچه‌ها. خب اینو داشته باشیم. یه چیزی کوتاه بخوام بگم، توی دانمارک اون قایقایی که وقتی عضو کلوب هستی و میخوای استفاده بکنی، اون قایقا طولشون نهایت تا 14 بوده، یعنی 4 متر تقریبا 20 سانته، و بر اساس اون اندازه‌ای که هستن این موتورها میتونه بهترین و ایدئال‌ترین انتخاب باشه. حالا من یه مدل از بالاتر از مدل معمولیش گرفتم، اونم به خاطر اینه که من بزرگتر گرفتم، به خاطر اینکه این سیستم برق کمتری استفاده میکنه، یعنی باتری تو شاید 5 برابر از این که استفاده بکنی به اندازه 1 برابر موتورهای برقی معمولی مصرف میکنه. خب از کجا شروع کنیم؟ این هم از موتور. من زیر این یه کارتون بذارم که خب نیفته اینجا. خب این هم از این چیز زیاد نداره، فقط یه دونه دسته است، فکر میکنم این دستشه، و یه دونه هم دفترچه که اینو بایستی آدم بشینه مثلا اینو بخونتش سر فرصت. خب فقط من باید ببینم که این دستشو چجوری وصل میکنم. وصل کردن دسته. خب اینش
چیز خاصی نداره، نوشته که این یه تیکه داره اینجا، این تیکه باید درآورده بشه، یه تیکه کوچولو اینجا داشت رو میخورش. خب اینو از این طرفش کنیم و گفته که این بچه من فکر میکنم این آف گفته رو بالا باشه و تموشت. خب این هم از باز کردن یک موتور برقی. توی ویدیوهای بعد حتما نشون میدم که چجوری نصبشو، چون خیلی آسونه نصبش، دو تا گیره بیشتر نداره. موفق باشید، مرسی که ویدیو رو دیدید، امیدوارم که خوشتون اومده باشه.